دوستان عزیز، برادران و خواهران، از همه شما خواهشم این است که از شما چیزی نمی‌رود. تنها در همین ویدیوی ما لایک مانید تا که دیگر زنها، اپاها، خواهرها از این واقعه با خبر شود. انشاءالله به منفعت همه ما و شما هست. پس از رکلام حتما نوا را ادامه می‌دهیم. سلام علیکم برادران عزیز. با شما توصیه می‌کنم می‌دونم پاست ام پلس برای پروستاتیت، برای خنک زدگی استحصال ترکیه است اورجینال. با تمام شهرهای روسیه را دستافکا داریم. با تاجیکستان متاسفانه نیست دستافکا. با شهرهای روسیه را هست دستافکا 1200 روبل اکثر رفته برادرها. успет کنین بگیرین. در واتساپ ما بنویسین. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران و کسانی که ما را در شبکه کاروان عمر تماشا میکنید. خداوند از همه شما راضی باشد. به خاطر رکلام دشنام و حقارت نکنید. برای آنه که ما با این برادر وعده داده بودیم و همچنین از وعده خود خواستیم برای ما خلاص. کسانی که خواهش رکلام داشته باشید، مرحمت، گرانیتسا، داروهای گیاهی و دیگر ما رکلام کرده میتوانیم. حتما در زیر نوار لایک مانید و بعدا نوار را خوب تا آخر با دقت گوش کنید که چی میگوییم. رسمی که شما در روی اکران میبینید این رسم یک زن هست، یک مادر هست. با سبب زمین لرزه در ترکیه وقتی خانه ها چپه می شود، این زن را از داخل همان خانه ها بیرون می آورند. میگه رومانش را چنان مستحکم می دارد که نمی خواهد تا که موی سر او را یک کسی بیند. این زن شهروند سوریه هست. این زن نیز با سبب همان زمین لرزه وقتی این را از همان کلبه های ویران شده بیرون می آورند، نمی خواهد دست او را کسی گیرد تا او را نجات دهد و می خواهد که خود با دستای خود با پایهای خود رود. وقتی این گونه خبرها را میشنویم، میبینیم، باور کنید به انسان یک هیجان میبخشد. میگه она выходит из своего разрешенного дома, придерживая рукой платок на голове, чтобы волосы не открылись. بینید که نمیخواهد موی سر او را یک کسی بیند. و امروز میبینیم که چقدر خانه ها ویران شدند، چقدر انسان ها در تگ سنگپاره ها بتون ها ماندند، چقدر آدمان در بیمارخانه ها بستری گردیدند. خداوند همه اون کسانی که از این دنیای فانی گذشتن طریق رحمت شایسته جنت گرداند و آن کسایی که به خاطر این دنیای فانی مهر بستن خدایا با نور ایمان گذشتن از این دنیای فانی را بر همه ایمان مشرف گرداند و به همه بیماران شفای کامل شفای جل خواهان است.